بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمدی بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. السلام علیکم دوستان عزیز. حدیث امروزمون باب در بیان این که بوسه کردن در روز رمضان حرام نیست برای شخصی که شهوتش اونا به جماع نمیبرد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. در این حدیث عایشه رضی الله عنها روایت میکنند که رسول الله علیه السلام در روز رمضان در حالی که روزدار بودند زنهاشون بوسه میکردند، آغوش میکردند، آغوش میگرفتند. و کدام از شما نفس خودش اداره کرده میتواند همچنانه که رسول الله علیه السلام نفسشون در روز رمضان اداره میکردند که به همخوابگی نروند بعد از بوسه کردن در روز رمضان. عایشه رضی الله عنها برای ما این حدیث میفهمونند که یعنی انسانی که در روز رمضان مثل که رسول الله علیه السلام از خودشان 100% مطمئن بودن، دلشان به خودشان پر بود که اگرچه بوسه میکنن همسراشون، اگرچه در آغوش میگیرن همسراشون در روز رمضان در حالی که روزدار هستند یا که روزه های نفلی باشد، در همین حالت میتونن که نفس خودشون اداره بکنن، کنترل بکنن و به همخوابگی نروند. زیادی از مسلمان ها خصوصا جوان ها وقتی که در روز رمضان زنهاشون بوسه میگیرن، بوسه میکنن، کنار میگیرن، آغوش میگیرن، به همخوابگی میروند. بعد از اون مجبور میشوند که بعد از رمضان 2 ماه پی هم روزه بگیرند. عن عمر بن ابي سلمة انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقبل الصائم. از عمر پسر ابی سلمه روایت است که گفت رسول الله علیه السلام را پرسید آیا انسانی روزدار در روز رمضان بوسه میکند؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم سل هذه. رسول الله علیه السلام در جوابش گفتند که این زن بپرس، یعنی لأم سلمة مادرش اشاره کردن که مادر تا بپرس. فاخبرته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع ذلك. پس وقتی که مادرش پرسید، مادرش گفت که یقینا رسول الله علیه السلام این کار انجام میدهند، یعنی در روز رمضان بوسه میکنند. فقال یا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. بعد عمر در جواب گفت که یا رسول الله علیه السلام به تحقیق الله گناههای پیشینه ترا، گذشته ترا و گناههای آینده ترا بخشیدگی است. پس رسول الله علیه السلام گفتند که قسم به الله که در حقیقت من با تقواترین شما هستم از الله، یعنی نسبت شما از الله خیلی زیاد میترسم. این به این معنی است که انسانی روزدار وقتی که نفس خودش اداره کرده میتواند، وقتی که 100% مطمئن است که اگرچه همسرش بوسه کند، اگرچه در آغوش بگیرد، بعضی حرکت های شهوانی که انسان با همسرش میکنه هنگام روزه این انجام میتید و میداند که روزش نمیشکند، برای اون اجازت است که همین کارها را چنانه که رسول الله علیه السلام برای ما امتاش تعلیم دادن میتونه که بوسه کند، آغوش بگیرد با همسرش، بعضی بازی هایی که بین زن و شوهر هست انجام بتید. اما انسانی که دلش از خودش پر نیست، چنانه که اکثر جوان ها به این گرفتار میشن، وقتی که در روز رمضان بوسه میکنن یا که همسرشون آغوش میگیرن، جوان های زیاد به این گناه مرتکب میشن که در روز رمضان
حرام است که انسان روزدار با همسرش همخوابگی کند، بعد میروند برای اداره کردن نتونستن شهوتشون با همسرشون همخوابه میشوند، بعد از رمضان مجبور میشوند که 2 ماه پی هم روزه بگیرند. برای همین خصوصا جوانها در روز رمضان احتیاط کنین تا غروب آفتاب. وقتی که افطار کردید دیگر تا صبح همسران شما برای شما حلال هستند. الله ذوالجلال ما و شما را در این رمضان با پاکی و روزه داشتن نصیب و روزی گردانده باشد. بارک الله فیکم.